به نام خدا و عرض سلام به مهندسین عزیز. من فراش علیزاده هستم، مدرس دوره‌های ورود به حرفه یا پایه 3. در این ویدیو قصد داریم آزمون‌های نظارت و اجرا معماری مربوط به مهر 1402 رو تحلیل کنیم. با ما همراه باشید. ابتدا میریم سراغ آزمون نظارت معماری مهر 1402. ببینیم از چه مباحثی بیشترین تعداد سوال مطرح شد. رتبه اول تعلق میگیره به مبحث 4 با 10 سوال. یعنی 10 سوال از 60 سوال آزمون مربوط به این مبحث بوده. 1/6 سوالات مربوط به یک مبحث. پس اهمیت این مبحث در آزمون‌های نظارت کاملا مشخصه. از این 10 سوال 9 سوال ساده بوده و با تسلط نسبی به مبحث و صرف وقت کم قابل پاسخگویی بوده و یک سوال هم مبهم بوده که خیلی دوستان بهش اعتراض داشتن که اعتراضشون رو هم اعلام کردن. رتبه دوم تعلق میگیره به مبحث 5 با 6 سوال. یعنی 10% کل سوالات مربوط به یک مبحث 5 که کل این سوالات هم سوالات ساده بوده. رتبه سوم متعلق هست به مبحث 12 با 5 سوال که کل این سوالات هم سوالات ساده بوده و نیاز به محاسبه خاصی نداشتیم. و در مرتبه چهارم ما 3 مبحث 8، 9 و 16 رو داریم که از هر مبحث 4 سوال و جمعاً 12 سوال مطرح شده. از این 12 سوال 10 سوال ساده و 2 سوال دارای ابهام وجود داشته. جمع کل سوالاتی که فقط از این 6 مبحث در آزمون داشتیم 33 سوال هست که اگر ما اون 3 تا سوال مبهم رو هم حذف بکنیم باز هم 30 سوال یعنی 50% سوالات ساده‌ای بوده که متعلق فقط به همین 6 مبحث بود. اما در این حال از یه سری مباحث هم هیچ سوالی طرح نشده بود. از جمله مبحث 15 آسانسور و پلکان برقی، مبحث 21 پدافند غیر عامل، مبحث 22 مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها و همینطور کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی. خب ببینیم که سطح آزمون نظارت در مهر 402 به چه صورت بود. 47 سوال از 60 سوال سوالات ساده‌ای بودند که با صرف وقت کم و با تسلط نسبی به مباحث قابل حل بودند. 7 سوال متوسط بودند، یعنی نیاز به تسلط بیشتر داشتند و وقت بیشتری هم به خودشون اختصاص میدادند. 3 سوال سخت یا محاسباتی داشتیم و 3 سوال مبهم. با این حساب میشه گفت که سطح آزمون نظارت معماری در مهر 402 ساده بود.